سلام و وقتتان بخیر. ریاست جمهوری میگوید وضعیت صحی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور خوب و قابل اطمینان است و شام دیروز عملیات پروستاتش را در شفاخانه سردار محمد داود خان انجام داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و افزوده است کشورش وضعیت افغانستان را نگران کننده می‌بیند. عربستان سعودی به آن عده افراد خارجی که واکسن کرونا را تطبیق کردند اجازه حج عمره در ماه رمضان را خواهد داد. قبل از این به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مراسم عمره بند شده بود. رئیس جمهور غنی پیروزی حسین بخش صفری را تبریک گفته است. حسین بخش صفری قهرمان ورزش آزاد شب گذشته حریفش را در مسکو شکست داد. و قاتلین یما سیاوش خبرنگار و کارمند پیشین افغانستان بانک بازداشت شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید نیروهای امنیتی یک گروه 11 نفری طالبان را بازداشت کردند که در قتل سیاوش دست داشتند.